وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و مهتران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر لحظه زندگیتان از لحظات گذشته در عبادت الله متعال بیشتر و بیشتر و بهتر سپری بشه و در سایه الطاف الله متعال هر روز زندگیتان زیباتر و بهتر از روزهای آن بگذرد. الله رو سپاس از اینکه یک بار دیگر در برنامه امامان وهابی شیعه این توفیق نصیب راه بنده سلیمانی و همکاران من گشت تا در خدمت شما خوبان و سروران باشیم در معیت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان و موضوع جدیدی که مرتبط به موضوعات برنامه است. در آغاز از طرف خودم و به نمایندگی از همه شما خوبان و سروران عرض سلام دارم و ادب و احترام و خوش آمد میگم حضور حضرت مولانا رو در برنامه امروز. خوش آمدید حضرت مولانا. بنده خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی انشاءالله خواهم. خدمت از ما حضرت مولانا. عزیزانی که بیننده برنامه امامان وهابی شیعه هستند در 1 سال و 4 ماه و اندی روز گذشته بهتر می‌دانند و حفظ شدند موضوع مقدمه اول برنامه امامان وهابی شیعه رو که در برنامه امامان وهابی شیعه در اولین قسمت از این مجموعه و سری برنامه ها ما نامه ای رو برای 3 تن از مراجع مطرح و معاصر شیعه ارسال کردیم با این مضمون و محتوا که برای شما عزیزان قرائت خواهد شد. 3 تن از مراجع مطرح و معاصر شیعه حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی و حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی و همچنین جناب آیت الله نجم الدین طبسی. 3 تن از مراجع معاصر و مطرح شیعه که در موضوع به قول خودشان وهابیت و اعتقاد وهابیت کاغذها نوشتند و کتابها تألیف کردند و بلکه کتاب آیت الله نجم الدین طبسی به عنوان کتاب سال هم انتخاب شد. ما در این نامه که به صورت مکتوب برای این آیات عظام ارسال گردید چون این متنی رو نوشتیم و درخواستی از ایشون داشتیم. متن نامه‌ای که به آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی فرستاده شده به شکل زیر است که من عزیزان قرائت خواهم کرد. بعد پوزش. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی دامت افاضاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با توجه به تألیفات و تلاش‌های گسترده جناب عالی در نقد وهابیت و شناخت عمیقی که از منابع و باورهای امامان شیعه دارید، از شما درخواست داریم که برای تبیین حقایق و روشن شدن افکار عمومی شیعه و سنی حداقل 3 عنوان از ابواب کتاب التوحید مهمترین تألیف عقیدتی شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله را که به نظر جناب عالی تضاد بیشتر و آشکارتری با عقاید امامان 12 گانه شیعه دارد انتخاب نموده و خلاف آن را از گفتار صریح و صحیح و بی‌معارض امامان شیعه اثبات نمایید و برای آنکه جای هیچ توجیه ابهام و تردیدی باقی نماند مؤکداً استدعا داریم که به نکات زیر عنایت فرمایید. حداقل 3 باب را انتخاب نمایید، ابوابی را برگزینید که با عقاید ائمه شیعه تضاد بیشتر و آشکارتری داشته باشد. صرفاً از روایات و گفتار امامان شیعه استدلال نمایید. روایات مورد استدلال صریح، صحیح و بی معارض باشد و چنانکه کتاب التوحید شیخ محمد بن عبدالوهاب را با عقیده امامان شیعه در تضاد نمی بینید، احتراما نظر خویش را در این مورد اعلام بفرمایید. پیشاپیش از پاسخگویی جناب عالی سپاس گذاریم. برنامه تلویزیونی امامان وهابی شیعه. و با وجود سپاسگزاری ما از پاسخگویی جناب آیات عظام به صورت پیشاپیش و گذر 1 سال و 4 ماه و اندی روز، همچنان ما منتظر
پاسخ نامه خود هستیم و نامه‌ای که بسیار با زبان شیوا و ساده و روان نوشته شده است و فهم آن هم بسیار آسان خواهد بود و اما پاسخ به آن بسیار گران برای کسانی که عمری در 4 دهه گذشته دروغ و تلبیس و تدلیس داشتند برای پیروانشان و جز تفرقه و اختلاف در بین امت اسلامی نیت دیگری نداشتند و در میدان علمی و مجال علمی از پاسخگویی به نامه ما عاجزند و حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان در این نامه‌ای که برای آیات عظام نوشته‌اند هنوز پاسخی دریافت نکردن. حضرت مولانا پاسخی به شما رسیده یا ما خبر نداریم؟ الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بنده امیدوار هستم که انشاءالله مراجع شیعه بنابر تعهدی که به افکار عمومی دارند، به حداقل مقلدین خودشون دارند، انشاءالله که به این نامه پاسخ بدن. گرچه پاسخ دادن به این نامه خیلی ساده و کوتاه واقعیت بسیار بزرگی رو آشکار خواهد کرد و چه بسا که به ضرر خود مراجع یا مقلدینشون باشد، اما صداقت علمی و تعهد علمی و وظیفه شرعی یک فرد عالم و مجتهد و مرجع این اقتضا را دارد که در مقابل الله متعال وعده‌ای که به الله متعال دارند درباره مسئولیت علمی که در برابر الله و رسول و عموم مقلدین خودشون دارند باید با صداقت به چنین نامه‌ای پاسخ می‌دادند. و هدف ما همان گونه که از متن این نامه واضح و آشکار هست و بسیار محترمانه این نامه رو نوشتیم، واضح هست که هدف ما بیان حقیقت و واقعیت هست، نه توهین به شخصی و نه تحقیر و نه هم فحاشی، بلکه با زبانی بسیار ساده و شیوا و محترمانه این مطلب علمی رو از این بزرگواران خواستیم و امیدوار هستم که انشالله اگر فرصت بکنند، که در این روزها ظاهرا فرصتشون کمتر شده به خاطر مشکلاتی که خودشون برای خودشون ایجاد کردند، اما به هر صورت امیدواریم که یک روزی فرصت بکنند و پاسخ بدند، که اما گمان نمی کنم که فرصت بکنند یا بخواهند که پاسخ بدهند. اسباب این عدم پاسخگویی را حضرت مولانا در چه می‌بینید؟ چرا نامه‌ای با این شیوایی و رسایی و بسیار ساده برای کسانی که خب به هر حال وقتی کسی ادعا میکنه که عقیده وهابیت به قول خودشون و شیخ محمد بن عبدالوهاب و پیروانش و ما و شما و همه کسانی که پیرو عقیده راستین اهل سنت و جماعت هستن رو متهم میکنن، گویی که به هر حال در چنته خودش باید مقاله ها داشته باشه، پاسخ ها داشته باشه و از موضع قدرت صحبت بکنه و استدلال علمی. چرا از پاسخ به این نامه عاجزند بعد از گذشت 1 سال و 4 ماه؟ مراجع شیعه و به صورت عمومی حتی مذهب شیعه و حکومت شیعه همیشه در طول تاریخ که ما شاهدش بودیم و خصوصا در این حدود 4 دهه‌ای که هست، همیشه تلاش بر این داشتند که یک دشمن فرضی رو برای مردم بزرگ بکنند، هم از نظر عقیدتی اون رو دشمن دین اسلام جلوه بدن، دشمن اهل بیت جلوه بدن، دشمن قرآن و سنت و حتی دشمن اهل سنت و عموم مسلمانان جلوه بدن، و هم از نظر سیاسی و چه بسا از نظر اقتصادی و نظامی و بقیه موارد هم ریم زمینه سوء استفاده بکنن و یک دشمن فرضی رو همیشه جلوی دیدگان مردمی که از واقعیت خبر نیستن مجسم بکنن، تا اینکه به نام این دشمن، به نام دفاع از اسلام در مقابل این دشمن، به خاطر مبارزه با این دشمن بتونند که از مال و جان مردم در واقع سوء استفاده بکنند و این قضیه وهابیت رو هم دستاویز خودشون قرار دادند و فکر میکردند که ماه برای همیشه پشت ابر میمونه و این حقایق برای مردم و عموم شیعه آشکار نخواهد شد. اما به فضل الله متعال با تلاشی که دوستان ما داشتن در شبکه‌های توحیدی و علما در داخل کشور، افشاگری ها و موضع
به اصطلاح صحیح و صریحی رو در برابر مسائل اعتقادی گرفتند. الحمدلله گذشته از اهل سنت و جماعت بلکه عموم شیعه هم به واقعیت پی بردند که محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه یکی از علمای مذهب حنبلی بوده و هیچ گونه اختلاف و تضادی و خطی مشی برخلاف مذهب امام احمد ابن حنبل که همسو با تمام مذاهب اهل سنت و جماعت هست نداشتند و دعوت توحیدی ایشان دعوت توحیدی اصحاب رسول الله بوده، ائمه بزرگوار اهل سنت و جماعت امام ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد و ائمه محدثین اهل سنت و جماعت هست و در هیچ مسئله از مسائل اعتقادی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه از دایره اجماع اهل سنت و جماعت خارج نشده و این مسائلی هم که آقایون اومدن تیتر کردند عقیده مسلم هر 4 مذهب اهل سنت و جماعت هست. امامان 4گانه اهل سنت و جماعت، امامان محدثین اهل سنت و جماعت دقیقاً همین اعتقادی رو دارند که محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در کتاب توحید خودشون جمع‌آوری کردند که این یک امری هست که الحمدلله قبل از این هم اهل سنت و جماعت این رو میدونستند، اما الان یقینشون چند برابر شده به این مطلب که محمد ابن عبدالوهابی که چه بسا برخی از صوفی مآبان یا شیعه به صورت عمومی سعی می‌کردند که اونها رو مخالف عموم مسلمانان، مخالف اهل سنت و در رأسش مخالف شیعه جلوه بدن، الحمدلله برای همه واضح و آشکار شد که وهابیت این اصطلاحی که درست کردند یا دعوت تجدیدی و اصلاحی محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه نه تنها مخالفتی با اعتقاد ائمه اربعه اهل سنت و جماعت ندارد بلکه دقیقاً تبلیغ و بیان عقیده ائمه 4گانه اهل سنت و جماعت است. گذشته از این مطلب قابل اهمیت هست که این عقیده نه تنها عقیده اهل سنت و جماعت است و مورد اجماع تمامی ائمه بزرگوار اهل سنت و جماعت است بلکه عقیده امامان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم که از اهل سنت و جماعت هستند دقیقاً همین مورد هست. آقایونی که اومدند مذهبی به نام ائمه اهل بیت تراشیدند و نامش را مذهب جعفری یا مذهب تشیع گذاشتند به این معنی که این مذهب با عموم مسلمانان تفاوت دارد، با عقیده اهل سنت و جماعت تفاوت دارد و عقیده محمد ابن عبدالوهاب را معرفی کردند که در تضاد صریح با عقیده امامان شیعه هست و در تضاد صریح با عقیده شیعه در واقع هست. واقعیت رو ما میبینیم که با بررسی این کتاب تا کنون 28 باب را و بیشتر از 28 باب را که بعضی از ابواب آینده را هم ما بررسی کرده بودیم الان برای بینندگان ما واضح و آشکار شد که نه تنها این کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب و عقیده ایشون با عقاید اهل سنت تفاوت و تضادی نداره بلکه دقیقاً همان عقیده‌ای هست که امامان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بر این باور و بر این اعتقاد بودند. الان اگر علمای شیعه بخواهند بیان بکنند چی رو میخواهند بیان بکنند؟ اگر بخواهند واقعیت رو بگویند، صادق باشند در طرح علمی خودشون، باید واقعیت رو برای مردم بیان بکنند که بله عقیده محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه دقیقاً همان عقیده امامان شیعه هست که امکان نداره و باید اعتراف بکنند که محمد ابن عبدالوهاب متبع و پیرو ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. اگر این رو بیان بکنند قطعاً بسیاری و عموم مقلدانشون از دست دادن، تیشه به ریشه خودشون زدن، زیرا تا حالا اعلام میکردند که دشمنی ما داریم، مذهبی دیگری هست، یک فکر و تفکر دیگری هست به نام وهابیت که مخالف اسلام و مخالف اهل بیت هست، در بدتر از یهود گفتند که هست. الان اگر بیان بکنند که نه عقیده هیچ تفاوتی با عقیده اهل بیت ندارد، در واقع تمام این تلاشه های 30-40 ساله خودشون رو و قبل از اون رو در واقع برباد دادن و به هیچ عنوان نمیخواهند که چنین رسوایی بزرگی رو برای خودشون رقم بزنند. به همین خاطر است که حدود نزدیک به 500 روز هست که جواب ندادن. انشالله که سالها هم بگذرد نمیتوانند جواب علمی و قانع کننده و صادقانه بدهند. میتونند که به قول عامیانه ماسمالی بکنند،
یا سفسطه بازی بکنند و اذهان عمومی رو منحرف بکنند. اما ما منتظر هستیم هر گونه جوابی که باشد، علمی یا غیر علمی، اون رو در اینجا در جلوی دیدگان تمام مردم بررسی بکنیم تا اینکه حقیقت و واقعیت واضح و آشکار بشه. و ما هدفی هم جز بیان واقعیت ها و حقیقت ها نداریم. هدف ما بیان دفاع از محمد ابن عبدالوهاب یا هیچ شخصیت دیگری نیست. هدف ما بیان توحید هست، واقعیت هایی که تاکنون از مردم پنهان شده. میخوایم این واقعیت ها رو برای مردم بیان بکنیم تا اینکه مردم خودشون دیده و دانسته هر دین و مذهبی رو، هر اعتقادی رو که خواستن برای خودشون عالمانه انتخاب بکنند. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیر. و الحمدلله مردم ما و مخاطبین ما، کسانی که به هر حال در حداقل این سه کشور فارسی زبان حضور دارن، انقدر از درک و شعور کافی برخوردار هستن که تشخیص بدن حق با کیست و کی راست میگه و کی دروغ میگه. اگر اجازه بدید حضرت مولانا، قبل از اینکه وارد اصل موضوع بشیم، میان برنامه به همراه بینندگان عزیز میبینیم. برخواهیم گشت ان شاء الله در خدمت شما بینندگان عزیز و حضرت مولانا خواهیم بود با بررسی بابی جدید از کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب. پس از اینکه همونطوری که اشاره شد 1 سال و 4 ماه و اندی گذشته و ما پاسخی برای نامه خود دریافت نکردیم، از همان ابتدا حضرت مولانا کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رو به خوانش گرفتن و صفحه به صفحه داریم ورق میزنیم و پیش میریم تا ثابت بشه که واقعا آیا این اعتقاد با اعتقاد تمام اهل سنت و امامان بزرگوار اهل بیت که جزء امامان اهل سنت بوده اند متفاوت است یا نه. باز میگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با بابی جدید و موضوعی جدید. همراه ما باشید. من بودم از قبل، بس الحمدلله شکر خدا هدایت هم داد. و معید میشه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خود من از یک شیعه بودم که 4-5 ساله که با خوندن قرآن موحد و مسلمان شدم. باور بفرمایید دیگه زیاده نمیتونم بگم. شاید ما 2 طبقه خونه داریم، یعنی 300 نفر پیش اینا. حالا قبلا مثلا عزاداری داشتیم که الان شده کلاس قرآن، همه شد قرآن خونم با تفسیرش میکنن. من خودم قبلا شیعه بودم، یه 2-3 ماهی که برنامه‌تون رو دیدم الان از تسنن شدم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. امروز شما به من فهموندید که باید حقیقت رو دریابم و به نام محمد رو بیاورم. الحمدلله 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 الوجود له حمدا يبلغنا رضا أبدا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. پس الله هر که را بخواهد هدایت نماید، سینه اش را برای پذیرش اسلام می گشاید. ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء. الحمد لله. قيم تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة. خوبان و سروران، در خدمت شما هستیم با موضوع برنامه امروز و
در تکمله صحبت‌هایی که در هفته‌های گذشته داشتیم و بررسی‌هایی که در باب‌های گذشته بود و انشاءالله با مقدمه کوتاه و خلاصه‌ای از صحبت‌های گذشته حضرت مولانا ما و شما رو در خلال صحبت‌هاشون با موضوع جدید آشنا خواهند کرد و موضوع باب جدید. حضرت مولانا در خدمت شما هستیم. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه همون گونه که در چندین جلسه گذشته بررسی کردیم از کتابشون، مطالبی رو در مورد سحر و ساحری، جادوگری، فالگیری، در مورد کهانت و غیبگویی مطالبی رو بیان فرمودن که برگرفته از آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، زیرا که اینها به یک گونه ارتباط با اصل توحید دارند که بسیاری از این موارد رو در شریعت اسلامی و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان کفر یا به عنوان شرک مطرح شدن منافی توحید هست. تفاوتی نداره که این منافاتش منافات خیلی شدید و در سطح بالایی باشه، به معنی این که خروج از اسلام باشه یا در حد یک گناه یا در حد شرک اصغر باشه. به هر صورت تمامی این موارد با اصل توحید در تضاد هستند. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در باب 24 این کتاب گونه‌هایی از مواردی رو که یک نسبتی به سحر دارند و حکمشون همون حکم سحر هست، بسیار از این موارد رو معرفی کردند. یکی از این مواردی که معرفی کرده بودند و روایتی که در این زمینه آورده بودند در مورد بحث علم نجوم بود که روایتی رو ایشون که در سنن ابو داود اومده با سند صحیح هست و این روایت رو آورده بودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من اقتبس شعبة من النجوم فقط اقتبس شعبة من السحر. هر کسی که یک بخشی از علم نجوم را فرا بگیرد در واقع یک بخشی از سحر را فرا گرفته. زاد مازاد هرچی بیشتر فرا بگیره از علم نجوم در واقع در ساحری هم دست بالاتری خواهد داشت. یعنی گویا که یک بخشی از سحر رو در واقع فرا گرفته. و قبلا هم عرض کردم که ارتباطی که این علم نجوم داره با در واقع خود سحر یک ارتباط خفی و پوشیده هست، همون گونه که خود سحر اساساً یک کار و یک به اصطلاح ابزار بسیار پیچیده و مخفی رو داره. خود این علم نجوم یا نسبت دادن برخی از حوادث به نجوم، خود این یک سبب مخفی هست و یک وجه مشترکی در میان سحر و در میان علم نجوم هست. به این خاطر شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه این علم نجوم رو هم در واقع در قالب شرک که یکی از گونه‌های شرک یا متضاد با توحید در واقع آورده و معرفی کرده. و در باب 28 این باب را صرفاً اختصاص داده در مورد تنجیم هست. باب 28 این کتاب هست، باب جدید باب موضوع امروز ما هست، باب ما جاء فی التنجیم که این باب در مورد تنجیم آمده که از همون ماده نجم هست. که این به اصطلاح تنجیمی که در اینجا هست و یعنی عنوان باب برمیگرده به تعلم علم نجوم. تنجیم یعنی تعلم و یاد گرفتن علم نجوم یا این که قائل بودن به تأثیر نجوم، قائل بودن به تأثیر و به اصطلاح سبب بودن نجوم و ستارگان برای برخی از رویدادها و رخدادهای زمینی. اول خود علم نجوم، فرا گرفتن علم نجوم حکمش، و بخش دومش تأثیر نجوم و ستارگان در اتفاقاتی که برای انسانها در واقع میافتد. تا چه اندازه این حکمش چی هست؟ آیا واقعیت دارد، واقعیت ندارد؟ در چه اندازه این مسئله خطیری هست، در حد شرک هست یا پایین‌تر از شرک هست؟ در این باب این مسائل را در شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در واقع بررسی کردن. خود این در واقع در مورد علم نجوم یا ستاره شناسی میشه که اینو به دو قسم در واقع به اصطلاح تقسیم کرد. یک ستاره شناسی و علم نجوم هست به معنی شناخت خود ستارگان هست.
شناخت خود ستارگان هست و استفاده کردن از محل و مکان مخصوص ستارگان یا حرکت ستارگان، در واقع استفاده کردن از آنها در زندگی انسان به عنوان پیدا کردن یک راه و مسیری یا پیدا کردن جهت قبله، که این در واقع هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و جایز هست. مثلا حکایت ستاره قطب شمال که مثلا معروف است که یک وسیله هست برای شناخت جهت شمال در شب‌ها که انسان مثلا در بیابانی، دشتی، کوهی، حتی در شهری مثلا بخواد ببینه که جهت شمال کجا هست، از عنصر افلاکی که در آسمان هست، و از این طریق بتونن قبله رو در واقع تشخیص بدن. این از نظر شهری اشکالی نداره. فرا گرفتن علم نجوم و ستاره شناسی برای این گونه مسائل از نظر شهری هیچ گونه اشکالی رو نداره. اما اینکه به اصطلاح علم به اصطلاح نجوم اگر به این معنی باشه که تأثیر به اصطلاح منازل قمر، منازل و تأثیر حرکت ستارگان بر زندگی انسان‌ها، نه از این جهت که بسا الان فصل سرما هست یا فصل گرما هست یا موسم باران هست یا بقیه مسائل، بلکه بر خوشبختی انسان‌ها، بدبختی انسان، طالع بد گرفتن و تعیین کردن سرنوشت انسان که فردا چه اتفاقی برای انسان‌ها میخواد، چون که فلان ستاره در فلان جا طلوع کرده، دیده شده، پس بنابراین فردا و فرداهای دیگر مثلا فلان اتفاق میافتد. اینش یک جنبه‌ای هست که در باب عقیده در مورد آن به اصطلاح بحث می شود که منافاتی با اصل در واقع توحید داره. الان این منافاتش به چه گونه هست؟ این برمیگرده به این که یک انسان در چه حدی قائل به تأثیر ستارگان در زندگی انسان باشد. این تأثیر فرمودید که پس این مراد از تأثیر اون تأثیر فیزیکی که حالا مثلا خورشید وقتی طلوع میکنه خب همینجا روشن میشه، یا مثلا ماه در شب ما میدونیم که یکی از اسباب، اصلا سبب اصلی جذر و مد دریاها خود وجود کره ماه هست و نزدیکیش با زمین و دور شدنش از زمین که سبب جذر و مد در دریاها میشه. یا به عنوان مثلا برخی از موارد دیگری که مرتبط است صاف به بحث تأثیر فیزیکی برخی از به هر حال اشیاء سماوی و اونهایی که در آسمان هستن، حالا چه ستارگان چه سیارگان. اینجا مراد این تأثیر نیست. این تأثیر نیست. چون حالش دفع شبهه بشه که خیلی‌ها شاید احساس بکنن که وقتی صحبت از علم نجوم به تأثیرش هست مراد ولو تأثیر فیزیکی هست که ما ثابت شده دیگه می‌بینیم که واقعا این تأثیرات رو داره. پس اینجا تأثیر فیزیکی و اون تأثیری که در عالم طبیعت دارن این مراد نیست. مراد نیست به هیچ عنوان، بلکه این یک تأثیر طبیعی هست و یک نظام دقیقی هست که الله متعال این رو مشخص کرده برای شناختن جهات در روی زمین یا برای شناختن فصلها، برای شناختن شب و روز. این مسائل که نشانه قدرت الله تعالی است که ما اصلا در تفکر آسمان و زمین دعوت می‌کنیم. ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الألباب. اینش مورد بحث ما نیست، بلکه علم تأثیرش، این فرا گرفتن علم ستارگان در زمینه تأثیر طلوع یا افول یک ستاره بر زندگی و رخدادهایی که در زندگی انسان میافتد و از آن ادعای علم غیب بکنند برای آینده، چون که فلان ستاره طلوع کرده یا افول کرده حتما در فلان جا فلان اتفاق میافتد، یک انسانی به دنیا میاد، یک انسان بزرگی از دنیا میرود، یا نمیدونم فلان اتفاق برای انسان ها میافتد. این جنبه به اصطلاح علمی و اعتقادی دارد که در این زمینه عرض کردم که با توجه به سطح اعتقادی که انسان به ستارگان در این زمینه داشته باشد حکمش هم متفاوت هست. اگر یک فردی یعنی اعتقاد داشته باشه که عامل اصلی نمیدونم مرگ و میر در دنیا، عامل اصلی خوشبختی یا بدبختی در روی زمین، عامل اصلی نمیدونم فلان اتفاق که در زمین افتاده فلان ستاره هست، یعنی خود ستاره را فاعل به نفسهی بدوند و عامل اصلی و صاحب اختیار تصور بکند، که این خودش کفر هست. یعنی یک میگویی که مثل بعضی از ستاره شناسان که اصلا خودن ستاره رو میپرستن، انگار که به خدایی میگیرن که این خودش متصرف در امور عالم و زندگی امور باشه، که این در واقع خودش یعنی به معنی کفر مطلق هست. یعنی این که مدیر و مدبر الله متعال مدیر و مدبر جهان هستی هست و کسی در این زمینه با الله متعال شراکتی رو ندارد. اگر کسی معتقد باشد که فلان ستاره هم این تأثیر رو دارد، مدیر و مدبر هست و فاعل اصلی و اساسی هست و خودش مؤثر فی ذاتی هست، پس بنابراین این ما ستارگان
انسان رو در حد اله و معبود یا پروردگار بالا بردیم و شریکی رو با الله متعال قائل شدیم که این خودش کفر و شرک صریح است که شرک اکبر در واقع شمرده میشه. مورد دومش این است که ستارگان را برخی از مردم سبب میدونند برای یک مواردی، سبب میدونن برای یک سری مواردی که اون موارد هم استدلال میکنن برای علم غیب. سبب میدونن مثلا طلوع فلان ستاره سبب میشود که یک انسان بزرگی به دنیا بیاد یا از دنیا برود یا یک قحط سالی بیاید یا مواردی دیگر از این قبیل که در واقع منجر به ادعای علم غیب هست. ادعا میکنند که در آینده، یعنی میدونند به خاطر حرکت فلان ستاره، به خاطر طلوع یا افول فلان ستاره حتما در آینده چنین اتفاقی خواهد افتاد. چه مبنایی همینطوری خودش عرض کردم، خود این به اصطلاح نقطه وصل در میان این گونه مسائل از غیب هست، یعنی ظاهر نیست، هیچ گونه دلیل مشخصی رو ندارد، فقط در حد یک توهم و یک ادعا هست که این از نظر شرعی باز هم کفر در واقع شمرده میشه، زیرا که ادعای علم غیب در واقع به معنی تکذیب قرآن است که الله متعال میفرماد قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. کسی که غیر از الله غیب رو نمیداند. اگر ما یک ستاره را سبب دانستن غیب و چیزی که پنهان هست از دیدگان ما در روزهای آینده اتفاق میافتد، این حرکت ستاره را ما سبب فلان علم غیب بدونیم، این در واقع ادعای غیب هست و به معنی تکذیب قرآن هست که این هم در واقع کفر هست. اما مورد دیگری هست که بسیاری از مردم به اصطلاح فلان ستاره را سبب میدونند، سببی برای یک خیر میدونند یا سببی برای یک شر میدونند، سببی برای یک خیر یا سببی برای یک شر میدونند. به طور مثال کسی میگه که الان چون که این به اصطلاح ستاره طلوع کرده حتما کسی میمیرد، اما معتقد به این نیستند که خود این ستاره هست که کسی رو میمیراند یا زنده میکند. میگویند که فاعل اصلی الله متعال هست، اما این یک نشانه هست. ما تجربه کردیم وقتی فلان ستاره به اصطلاح طلوع بکند حتما یک انسان مشهوری از دنیا میرود، میمیرد یا یک اتفاقی میافتد. سبب اصلی رو، عامل اصلی رو الله متعال میدونند، اما این رو در واقع یک سبب مجازی تصور میکنند که این پایین ترین درجهش هست که درجه شرک اصغر هست. درجه شرک اصغر است. دو مورد قبلی که یعنی منجر بشود به این که یک اله و معبودی رو در حد الله متعال بپرستند، اینش کفر هست. اگر اون را عاملی بدونند برای ادعای علم غیب، اینش هم کفر هست و شرک است. اگر اون را سبب محض بدونند و فاعل اصلی رو الله متعال بدونند، مؤثر اصلی رو الله متعال بدونند، باز هم این در واقع یکی از انواع شرک اصغر هست. با این انسان از دایره اسلام خارج نمی شود. شرک اصغر هست مانند گناهان دیگری که در واقع انسان انجام میدهد. و در مورد مثلا ستاره شناسی قبلا هم اشاره کردم که اگر به معنی دانستن اوقات باشه، دانستن زمان باشه، دانستن مکان و موقعیت فعلی خود انسان باشه، یا جهت مثلا قبله را مشخص بکنن، این از نظر شرعی اشکالی ندارد. چه در جنبه دینی مثلا استفاده بکنند برای از علم ستاره شناسی مانند شناخت قبله، یا از اینکه امور دنیوی خودشون را مانند جهات رو مشخص بکنن، فصول رو مشخص بکنن، این از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی رو نداره، بلکه الله متعال هم این رو صراحتا این به اصطلاح در قرآن کریم به این اشاره کرده و القا فی الارض رواسی تمید بکم و انهارا و سبلا لعلکم تهتدون، که الله متعال برای ما دو گونه به اصطلاح نشانه هایی رو قرار داده برای هدایت، یعنی برای اینکه ما مسیری رو پیدا بکنیم، جهت مشخصی رو پیدا بکنیم. برای ما کوه ها رو قرار داده، دریاها رو قرار داده، انهار رو قرار داده که اینا به عنوان یک علائمی هستند که در روی زمین هستند. ما وقتی که اینها رو ببینیم در واقع یک جهت مشخصی رو میتونیم تخمین بزنیم. و نهایتا الله متعال میفرماد و علامات و بالنجم یهتدون. الله متعال این موارد را، این کوه و دشت و دریا و رودخانه ها رو علاماتی قرار داده و به اضافه این علامات های دیگری هستن که در آسمان هستن. شب باشه در روی زمین شما چیزی رو نبینید، کوهی رو مشاهده نکنید، دریایی رو مشاهده نکنید، نهری رو یا بقیه علامت ها رو مشاهده نکنید، میتونید که با علامت های آسمانی راه خودتون رو پیدا بکنید و به نجم هم یهتدون که با توجه به ستارگان شما میتونید راه خودتون رو پیدا بکنید. پس بنابراین اگر از علم ستاره شناسی برای مصالح دینی استفاده بشه، مثلا شناختن جهت قبله یا
برای مصالح دنیوی پیدا کردن راه و مقصد این استفاده بکنید، این از نظر شرعی هیچ گونه اشکال و ممانعتی رو نداره و این مورد بحث ما هم نیست. بلکه آنچه مورد بحث ما هست در باب تنجیم تأثیر معنوی و مخفی ستارگان در رویدادهایی هست که برای انسانها در واقع اتفاق میفته. حتی مثلا ما در موضوع هلال ماه داریم، درباره هلال ماه و اینکه مثلا شب‌های مختلف شکل مختلفی داره. الله تعالی می‌فرماید یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج. درباره هلال ماه میپرسن، بگو این یک تقویمی است برای مردم و برای اینکه بدونن که حجشون رو کی برگزار بکنن. نشان از اینه که به هر سال‌ها و ماه‌ها و تقویم‌هایی که ما نیاز داریم برای تعیین روز، مثلا بدونیم که رمضان کی شروع میشه و برای عبادت استفاده می‌کنیم، کی حج میشه، کی مثلا روز عاشورا است، کی روز عرفه است و ایامی که ما داریم. بر اساس همین هلال های ماست که اونم یکی از ستارگانی است که در حال یا سیاره به اسمش بگذاریم در آسمان هست. دیگه بله. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله آنچه را که در این باب آورده، همین قسمت قائل بودن به تأثیر ستارگان در خوشبختی یا بدبختی انسان‌ها یا در رخدادهایی که عموماً برای انسان‌ها اتفاق می‌افتد. بله. روایت اول آورده که از امام بخاری هست، قال البخاری فی صحیحه و قال قتاده، یه نقل قولی هست از قتاده هست، خلق الله هذه النجوم لثلاث، الله متعال این ستارگان رو برای 3 مقصود و 3 هدف آفریده. یعنی کاربرد ستارگان و به اصطلاح فایده‌ای که ستارگان دارند اینها در 3 مورد هست. بله. اولا زینتا للسما، الله متعال این ستارگان را به عنوان یک زینت و آرایشی برای آسمان دنیا مشخص کرده. بله. که در آیات متعددی از قرآن کریم الله متعال به این اشاره دارد، ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین. هم به اصطلاح مصابیح هست، یعنی چراغ‌هایی هست برای دنیا، و هم اینکه رجومی و به اصطلاح تیرهایی هستند برای شیاطین. همین حرف رو قتاده میزند، قال خلق الله هذه النجوم لثلاث زینتا للسما، آرایش و زینتی هستند برای آسمان در شب، و رجوما للشیاطین و مایه طرد شیطان هستند از آسمان ها، و علامات یهتدی بها و علاماتی هستند که به اصطلاح مردم برای با استفاده از اینها راه خودشون رو پیدا میکنند و به نجم هم یهتدون. این همش هم در قرآن کریم همیشه به همون مطالب است که در قرآن کریم آیه که تلاوت کردم اشاره شده. فمن زینا السماء بزینة الکواکب، قطعا این یک امر مشخصی است که برای مورد اتفاق است که یکی از کاربردهای به اصطلاح ستارگان زینت و آرایش آسمان هست، و یکی دیگر از کاربردهایش که رجوم هستن برای شیاطین. این رجوم شیاطین شاید برای برخی از بینندگان که مبهم باشه. چطور مثلا؟ یعنی این که الله متعال با توجه به این در واقع با استفاده از این ستارگانی که هستند شیاطین رو از حریم آسمان ها در واقع دور می کند، که الله متعال آسمان رو حفاظت کرده و قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم شیاطینی بودند که می رفتند سوراخ سم می کردند. بعد از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع این شیاطین رو به وسیله این ستارگان در واقع رمی می کردند، به اصطلاح رجم می کردند، می زدند. فضای آسمان بسته شده برای شیاطین، حفاظت شده به توسط این ستارگان، که هر کسی که نزدیک آسمان بشود یا بخواد استراق سم بکند با این ستارگان در واقع زده می شود. الله متعال در سوره جن به این مورد اشاره می فرماد و ان كنا نقعد منها للسمع، که شیاطین میگفتند که مقاعد للسمع، که ما قبل از به اصطلاح بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم جایگاه خاصی رو داشتیم، میرفتیم بالا و نزدیک در واقع استراق سم میکردن. فمن یستمع الان یجد شهابا رصدا، هر کسی که الان برود بخواد که استراق سم بکند حتما یک ستاره در کمینش هست، یعنی شهاب سنگی اونو میزند و از به اصطلاح حریم آسمان ها اونو دور میکنند که به اصطلاح استراق سم نکنند. خود این یک فلسفه ای هست، وگرنه الله متعال میتونستن که بدون این موارد هم آسمان ها را حفظ بکنن. اما خود این رو
یک پیامی دادن برای جنها و که جنها از این عمل کرد و از این روی کرده جدید استدلال کردند که یک امر بسیار بسیار عظیمی اتفاق افتاده که همان بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در این قول قتاده هم به این اشاره می‌کند که ستارگان یا زینت آسمان هستند یا رجومی هستند برای شیاطین، تیرهایی هستند که شیاطین رو مورد هدف قرار میدهند، یا علاماتی هستند که به وسیله این علامات انسان‌ها راه خودشون رو پیدا می‌کنند، مانند علامت‌های زمینی که دشت و کوه و دریا و درختان و بقیه موارد هستند. ستارگان هم یک سری علاماتی هستند که در آسمان‌ها هستند و در شب از اونها استفاده می‌شود. بله. خب این جملهش تا اینجا بسیار مورد اتفاق همه هست. برداشت تفسیری از آیات قرآن کریم که واضح آشکار است. فمن تأول فیها غیر ذلک، اما اگر کسی بخواد برداشتی غیر از این رو از این موارد داشته باشد، اخطا، اون در واقع اشتباه شده. اگر کسی به اصطلاح این تفسیر رو داشته باشد که این ستارگان دخل و تصرفی دارن در مدیریت دنیا و جهان هستی، یا اینکه اینها سبب خیر یا سبب شر هستند، یا علامت هایی هستن برای ادعای علم غیب، این آینده رو به ما خبر میدن، هر کسی چون این ادعایی رو بکند فقط اخطا غیر ذالک، اخطا، کسی که چون دچار اشتباه شده. و اضاع نصیبه، یعنی بی بهره گشته، یعنی این ادعایش ادعای پوچی هست. و تکلف ما لا علم له به، و یک حرفی رو زده که خودش در واقع به اون مطمئن نیست، دلیل و مدرک شرعی بر این گونه بر این مسئله در واقع وجود نداره. خب این یک موردش هست. مورد دیگر، پس بنابراین ستارگان علامت‌های الهی هستند در آسمان‌ها که سه مورد کاربرد دارن با توجه به آیات قرآن، یا زینت آسمان هستند، یا تیرهایی هستند برای شیاطین، یا علامت‌هایی هستند برای شناخت زمانها و مکانها یا جهاتی که در روی زمین، جهات اربعی که وجود دارند. اما برخی دیگر از، یعنی یک جنبه دیگرش از این مسائلی که با توجه به علم نجوم مردم استفاده میکنن، مسئله هست که در واقع شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه اون رو دوباره در قدم بعدی اون استفاده میکنن. اونم استفاده کردن از منازل به اصطلاح ماه و خورشید یا منازل ستارگان، برج‌هایی که در واقع برج‌های فلکی که وجود دارند. این مورد اختلاف هست که مثلا مردم استدلال بکنن برای این که الان فصل زمستان هست یا برای فصل تابستان هست، الان موسم باران هست یا موسم نمیدونم بادهای فلان منطقه هست، اینو استدلال بکنند از آسمان، از ستارگان که معمولا در هنگام ظهور یا دیده شدن فلان ستاره مثلا بادی در فلان منطقه میوزد یا بارانی معمولا در این فصل مثلا در فلان منطقه مثلا رخ میدهد. این خودش حکمش چی هست؟ این مورد اختلاف از درمیان علما. بعضی از علما گفتند که جایز هست، اشکال نداره، و برخی از علما گفتند مکروه هست، زیرا که این یک حرف بی دلیلی هست. اما قول صحیح در این مورد این است که این از نظر شرعی اشکالی نداره، ممانعتی در این زمینه به اصطلاح وارد نشده و یک سری تجربیاتی هست که مردم این رو در واقع بهش رسیدند که اگر فلان ستاره وقتی که دیده شد معنیش این است که فلان فصل نمیدونم زمستان و تابستان مثلا شروع شده. این هیچ گونه منافاتی با اصل اعتقاد اسلامی نداره. یک تجربه که انسان از مشاهده آسمان ها و زمین این مطلب رو شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در اینجا مطرح میکنن، میگه که کره قتاده تو تعلم منازل القمر. قتاده که در اینجا نقل قولش کرد، ایشون گفتند که تعلم منازل قمر این در واقع مکروه است. و کره قتاده تو تعلم منازل القمر ولم یرخص ابن عینه فیه. ابن عینه هم در واقع نظرش همین نظر قتاده هست. قتاده تابعین هست و همچنین ابن عینه که از بزرگان به اصطلاح و ائمه حدیث هست. نظر این بزرگواران این است که تعلم منازل قمر و این برج‌های فلکی این از نظر شرعی چیکار هست؟ مکروه است. نظر این دو بزرگوار هست. ذکره حرب عنهما، حرب این قضیه رو و این اعتقاد رو از هر دو تا این بزرگوار از قتاده و ابن عینه ذکر کرده که ایشون گفتند که مکروه است که به اصطلاح انسان دنبال این علم برود، یعنی شناخت منازل قمر و یادگیری این علم. و چه بسا که حضرت مولانا شاید این کراهت رو به این خاطر گفتن که در زمان اونها علم نجوم انقدری که الان مثلا در زمان ما پیشرفت کرده و این آلات و وسایلی که ما داریم نبوده و غالبا شاید عده‌ای این علم رو در همون مسیری که بحث اختلاف روش هست و موضوعی که به اصطلاح اتفاق گرفته که غیر شرعیش، یعنی مسئله ناجایزش سحر و مسائل دیگر استفاده می‌کردن، که به خاطر این که در واقع سد ذریعه بشه که مردم اعتقادشون از سبب بودن به اصطلاح این موارد
یا مشاهده کردن این علامت ها به خود این علامت برنگرده، اعتقادی به خود این ستارگان پیدا نکنن، شاید این مورد رو گفتند که مکروه هست من باب صد ذریعه که باب رو بر جلوی انحراف در واقع ببندن. اما علمای دیگری هستند در این زمینه که گفتن این هیچ گونه اشکالی نداره و تضادی با عقیده هم در واقع ندارد، بلکه یک سری علاماتی هستند و نشانی هایی هستند که مردم اونها رو تجربه کردند. و رخص فی تعلم المنازل احمد و اسحاق، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه و همچنین امام اسحاق ابن راهوی رحمت الله علیه گفتند که این از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز است. پس بنابراین تا اینجا به این نقطه رسیدیم که ستارگان را الله متعال برای سه هدف آفریده. اول زینتی برای آسمان هستند، ثانیاً اینها رجوم و تیرهایی برای شیاطین هستند و ثالثاً اینها علامت‌هایی هستند برای اینکه مردم مسیرهای خودشون رو در روی زمین پیدا بکنند. و نقطه بعدی این که اگر کسی از طلوع یک ستاره یا از افول یک ستاره بر آغاز یک فصل یا بر تعیین یک جهت زمانی یا مکانی استفاده بکند هیچ اشکال شرعی ندارد، بنابر قول امام احمد و اسحاق که بنده عرض کردم قول راجح هم این است که اینا از نظر شرعی اشکال و کراهتی رو ندارند. بعد از این شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه یک روایتی رو آوردن که ارتباط داره با موضوع برنامه. روایت هم از ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه از قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ثلاثه لا يدخلون الجنه، سه نفر هستند که وارد بهشت نمیشوند. کسانی که وارد بهشت نمیشوند موارد زیادی هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در موارد متعددی در احادیث متعدد اونها رو بیان فرمودند، اما وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوان که به اصطلاح با عدد مشخص کردند که سه نفر هستند که این گونه هستند وارد بهشت نمیشوند، یعنی این که این صفات یک حتما یک وجه مشترکی رو با هم دیگر دارند، یا به خاطر اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها رو بیشتر یعنی تیتر بکنه برای تاکید بیشتری رو به کار ببره، به خاطر در اینجا فرمودن ثلاثه لا يدخلون الجنه. مدمن الخمر، کسی که معتاد به شرابخواری باشه، این مورد اول هست. و قاطع الرحم، و کسی که به اصطلاح صله رحم رو ترک بکنه، رابطه خویشاوندی رو ترک بکنه با خویشاوندان خودش. و مصدق به سحر، و کسی که سحر را تأیید بکند، باور بکند و باور به سحر باور داشته باشد، به تاثیرش یعنی قبولش کنه. الان این خودش جای بحث اینجا هست. اصل موضوعی که در اینجا یعنی شاهد باب هست و ارتباطی که به اصطلاح این روایت با این باب داره در همین کلمه و مصدقون به سحر است. قبلا عرض کردم در ابتدای برنامه روایت ابو داود رو بنده خوندم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. هر کسی که علم نجوم رو فرا بگیرد یک بخشی از علم سحر رو هم در واقع چیکار کرده؟ فرا گرفته. یعنی این که علم نجوم خودش یکی از ابزار سحر هست و یکی از موارد سحر همین خود علم در واقع نجوم هست. و ما میدونیم که سحر تأثیر داره. در اینجا مصدقون به سحر یعنی باور کردن سحر نیست، زیرا که بنده در جلسات قبل عرض کردم که سحر یک واقعیت هست، احیانا انسان رو بیمار میکنه، احیانا انسان رو اصلا میکشه، از بین میبره، احیانا یک تخیل خاصی رو در ذهن انسان میاره، انسان دچار توهم میشه. این همش تاثیر سحر هست. یعنی تو قرآن کریم هم اشاره شده و باور کردن تاثیر سحر هیچ گناهی نیست، بلکه یک واقعیتی هست، بلکه ایمان میخواد، اصلا یک جزئی از ایمان هست، جزئی از ایمان هست. اما به خاطر این در این روایت وقتی که اومده مصدقون به سحر، منظور سحر عمومی نیست، وگرنه تأثیر سحر رو همه قبولش دارن. یعنی به صورت کلی مقوله به نام سحر و تأثیرش یک فرض مسلمی است که شکی در نیست. بله. اما در اینجا و مصدقون به سحر یعنی کسی یک باور بکند حرف ستاره شناسان را بر این مواردی که عرض کردم. چون که فلان ستاره به اصطلاح طلوع کرده، حتما یکی در دنیا میمیرد، حتما یک انسان بزرگی میمیرد، حتما یک اتفاقی برای فلان منطقه میافتد. خب این باور کردن این مورد هست که در اینجا با مصدقون به سحر، یعنی باور کردن تأثیر ستارگان در رویدادهای زمینی هست. این موردی است در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم با توجه به شهادت روایت ابو داود که قبلا عرض کردم، این در واقع دلالت میکند بر این که باور کردن ادعای ستاره شناسان
از طلوع یا افول یک ستاره و استدلال از آن برای یک اتفاق زمینی، این در واقع هر کسی باورش بکنه جز مواردی هستند که این به اصطلاح افراد وارد بهشت نمیشن. میتونیم بگیم اینجا باور مراد تایید هست، یعنی کسی که تایید بکنه. بله، تایید کردن هست. هر کسی که تایید بکنه که بله فلان به اصطلاح ستاره شناس حتما این موارد رو میداند، حتما ستارگان در زندگی انسان‌ها در این زمینه، یعنی در سعادتشون، در شقاوتشون، در زنده بودن فلان شخص یا در مردن یا در بقیه موارد اینها تأثیر در واقع داشته باشند. این تأثیر رو هر کسی قبول بکند این در واقع سحر را پذیرفته و جز کسانی هست که این وعید رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع شامل حالش میشه. خیلی ممنونم ازتون مولانا. اگر اجازه بدید تا همین اندازه یک فرصت بگیریم و شما هم گلی تازه بفرمایید. به همراه بینندگان عزیز برمیگردیم، ان در خدمت شما خواهیم بود. بعد از یک میان برنامه ادامه موضوع رو همراه شما عزیزان ادامه خواهیم داد در موضوع مرتبط به برنامه امروز ما، علم نجوم در میزان شرع. همراه ما باشید. چرا مراجع شیعه پاسخ نمی‌دهند؟ مراجع و نویسندگان شیعه امثال مکارم شیرازی و سبحانی و طبسی و غیرهم در این سالیان دراز که اهل سنت منبری در اختیار نداشته اند، صدها خرمن کاغذ سفید را روسیاه کرده و یک طرفه به نام نقد وهابیت هرچه خواسته اند گفته و نوشتند و مردم را از عقیده شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله بیم داده اند. واقعیت آن است که کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله عقیده مشترک و مسلم تمامی مسلمانان و در رأس همه عقیده امامان شیعه است. ما برای آن که حق و حقیقت برای همگان آشکار گردد از مراجع شیعه تقاضایی به شرح زیر مطرح نموده ایم. خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظمی جعفر سبحانی دامت افاضاتهم، خدمت آیت الله حاج شیخ نجم الدین طبسی دام ظله، خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی دامت افاضاتهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با توجه به تألیفات و تلاش‌های گسترده جناب عالی در نقد وهابیت و شناخت عمیقی که از منابع و باورهای امامان شیعه دارید، از شما درخواست داریم که برای تبیین حقایق و روشن شدن افکار عمومی شیعه و سنی حداقل 3 عنوان از ابواب کتاب التوحید، مهمترین تألیف عقیدتی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله را که به نظر جناب عالی تضاد بیشتر و آشکارتری با عقاید امامان 12 گانه شیعه دارد انتخاب نموده و خلاف آن را از گفتار صریح و صحیح و بی‌معارض امامان شیعه اثبات نمایید. و برای آنکه جای هیچ توجیه، ابهام و تردیدی باقی نماند، مؤکداً استدعا داریم که به نکات زیر عنایت فرمایید. حداقل 3 باب را انتخاب نمایید. ابوابی را برگزینید که با عقاید ائمه شیعه تضاد بیشتر و آشکارتری داشته باشد. صرفاً از روایات و گفتار امامان شیعه استدلال نمایید. روایات مورد استدلال صریح، صحیح و بی‌معارض باشد. و چنانچه کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب را با عقیده امامان شیعه در تضاد نمی بینید، احتراما نظر خویش را در این مورد اعلام بفرمایید. پیشاپیش از پاسخگویی جناب عالی سپاس گذاریم. برنامه تلویزیونی امامان وهابی شیعه. پاسخهای ممکن: الف، کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله با عقیده امامان اهل بیت تفاوت دارد که در این صورت با ذکر دلیل بیان نمایید. با امامان شیعه در مورد مباحث اعتقادی اظهار نظر نکرده و عقاید اسلامی را به شیعیان خود نیاموخته‌اند. جیم، در مورد مباحث اعتقادی مذکور از امامان شیعه روایاتی صحیح در دست نیست و روایات شیعه متعارض و غیر قابل اعتماد است. دال، عقیده شیخ محمد ابن عبدالوهاب هیچ تفاوتی با عقیده امامان شیعه ندارد.
و شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله پیرو واقعی امامان اهل بیت است. قيم تلو برنامه این هفته امامان وهابی شیعه با موضوع علم نجوم در میزان شهر حضرت مولانا در فرصتی که در خدمت شما عزیزان بودیم قبل از میان برنامه با بررسی بخش‌هایی از باب 28 از کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب فرمودن که علم نجوم به دو بخش خلاصه میشه. بخشی که مشکل شرعی نداره تعلیم اون و آنچه که مرتبط هست به استفاده انسان در حکمت خلق از ستارگان، و بخش دوم بخشی است که ممنوعیت شرعی داره، اعتقاد و باور به اینکه یک عده‌ای از ستارگان و یا یک عده‌ای از برج‌های فلکی تأثیر مستقیم فی ذاته دارن در تصرف امور انسان و یا سعادت و شقاوت انسان در روی زمین، و مراحلی داره که به تفصیل در این باب صحبت فرمودن که هر کدوم طبقاتی داره این باور و هر برها طبقه و مرحله برای خودش یک حکم خاص. حضرت مولانا در خدمت شما هستیم. ادامه موضوع. باب دیگری که بعد از این هست، چون که ارتباط یعنی تنگی با هم دیگر دارن و در واقع یک موضوع مشخصی رو بررسی کردند، اونو یعنی به خاطر این مناسبت با هم دیگر یعنی یک جای رو بررسی می‌کنیم. و باب 29 کتاب توحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه هست. باب 29 رو عنوانش رو گذاشته باب ما جاء فی الاستسقاء بالانواع، که این باب در مورد استسقا مانند به معنی طلب سقیا، طلب باران هست، طلب باران به سبب ستارگان، طلب باران به سبب ستارگان هست که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله این عنوان باب 29 انواع خود همون منازل ستارگان هست که در واقع به خود برج‌های فلکی و خود ستارگان که در واقع هستند. الله متعال می‌فرماید و قول الله تعالی و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، یعنی که شما سهم خودتون را این قرار دادید که تکذیب بکنید به آیات الله متعال، هم از آیات به اصطلاح و آیاتی که مخروع الهی هستند و نشانه هایی که الله متعال فرستاده، معجزاتی که الله متعال در واقع فرستاده با پیامبران، یا به صورت کلی بقیه مواردی هم که در این زمینه وجود دارند، یعنی آیات مخروع و غیر مخروعی که هستند. و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، در اینجا رزقکم رو برخی از علما در واقع یعنی همین به اصطلاح باران تعریف کردند که قول حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هست که شما وقتی که این باران بباره اینو نسبت میدهید به انواع، یعنی وقتی که باران ببارد شما برخی از مردم اینو نسبت میدادن به ستارگان و شما این بارانی رو که برای شما نازل شده که در واقع یکی از انواع رزق هست، شما سببتون یعنی حرفتون و نتیجه و سهمی شما فقط در این زمینه این هست و شاهکاری که شما دارید این است که اینو تکذیب میکنید، زیرا که نسبت دادن خود این رزق یا نسبت دادن خود باران به غیر الله متعال تکذیب الله متعال و تکذیب الله رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. چند آیه قبل از این آیه هم در سوره مبارکه واقعی که به حال این آیه 84 میشه است، در آیه قبل داریم فلا اقسم به مواقع النجوم و این هو لقسم لا تعلمون عظیم، قسم به جایگاه ستارگان و در حقیقت این قسم بسیار عظیمی است اگر شما میدانستید، یعنی از آگاه می بوده از جایگاه ستارگان
و بعد از اون چند آیه بعد این موضوع مطرح این- میشه که عبدالله بن عباس رضی الله عنه اینا رو به هم ارتباط به داده. هم ارتباط داره. وقتی منظور از این همون به اصطلاح طلب باران از ستارگان هست، یه نسبت باران به ستارگان هست. بعد از این روایتی رو آوردن از حضرت ابو مالک اشعری رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند اربع فی امتی من امر الجاهلیه، 4 مورد هستند در امت من که اینها از امور جاهلیت هستند. بله. 4 کار و 4 امر از امور جاهلیت هستند که در امت من وجود دارند. مراد از امت یعنی در میان مسلمانان، نه در میان کافران یا در میان مردم دوران نیست، بلکه در میان به اصطلاح امت اجابت و مسلمانان هست. یعنی این جاهلیت این- اینجا مراد این که نادانی هایی که قبل از اسلام قبل از بوده. اسلام، وقتی که به صورت کلی در هر جایی که بحث جاهلیت به اصطلاح میاد یا کلمه جاهلیت استفاده میشه به معنی جهالت ها و نادانی ها یا افکار نادرستی که در زمان جاهلیت وجود داشته، قبل از اسلام. زیرا که علمی وجود نداشته و مردم جاهل بودن و هر کسی هم که امروزه برخلاف علم عمل بکند اینو نسبت میدن به جاهلیت. نادانی که در این روایت این منظور این است که این امور در زمان جاهلیت قبل از اسلام وجود داشتند و بعد از اسلام هم وجود خواهند داشت، به این معنی که اینها به صورت کلی ریشه‌کن نخواهند شد. اگرچه در یک زمانی در یک مکانی شاید اینها به طور مثال ریشه‌کن بشود، کسی به این مورد اعتقاد نداشته باشد، اما باز هم می‌بینیم در یک گوشه دیگر مثلا افرادی باشند که به این مورد در واقع مبتلا باشند. بله. به این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یترکونهن، یعنی به صورت مطلقاً اینا رو ترک نمی‌کنند. یعنی این گونه نمی‌شود که کل اینها از جهان هستی و از میان مسلمانان به صورت 100% ریشه‌کن بشه. اگرچه برخی از انسانان در این مسلمانان در یک جای به اصلاحی صورت بگیره و نهضت و فکری صورت بگیره، مردم به اصطلاح 100% موحد کامل باشند، اما در یک گوشه دیگر می‌بینیم که افرادی خواهند بود که به این موارد اعتقاد دارند، این موارد رو بهش عمل می‌کنند. مورد اولی الفخر بالاحساب، یعنی افتخار کردن به حسب و به حسب و نسب و شرافت هایی که برای خودشون ادعا میکنند که اینها مایه شرافت ما هست، مانند به اصطلاح فخر فروختن به آبا و اجداد و شجاعت گذشتگان و از این قبیل موارد. این مورد اول هست. مورد دوم و طعن فی الانساب، طعن زدن در نسب که فلانی فرزند فلانی هست، از فلان قوم و قبیله هست، یا افرادی هستند که نژادشون پایین هست و طعنه بزنند به خاطر نسب یک فردی. و الاستسقاء بالنجوم، و طلب باران به وسیله نجوم، طلب باران به وسیله نجوم. و نیاحت، و مورد چهارمی نیاحت هست. در اینجا تعبیر بسیار دقیق رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا فرمودن که ول استسقاء بالنجوم، یعنی به سبب نجوم رو در اینجا فرمودن، نه استسقاء من النجوم، یعنی طلب باران از نجوم نیست. یعنی به این معنی که هیچ مسلمانی ستارگان را مؤثر واقعی نمیدونند و از ستارگان طلب باران نمی کنند، بلکه عامل اصلی را الله متعال میدونند. اما چه بسا که برخی از مسلمانانی باشند که ستارگان را سبب باران قرار بدهند، ستارگان را سبب باران قرار بدن. به این خاطر در اینجا فرمودن ول استسقاء بالنجوم، و طلب باران به سبب ستارگان. اگر استسقاء از نجوم باشد، یعنی طلب باران از خود ستاره باشه، یعنی خود ستاره گویی فاعل به اصطلاح مؤثر باشه، که اون در واقع کفر هست، در میان مسلمانان وجود نداره. اگر کسی همچنین حرفی رو بزند از دار اسلام خارج هست. اما ول استسقاء بالنجوم که یک ستاره را سبب باران بدانند، این بله جزء به اصطلاح موارد شرک اصغر هست و به اصطلاح در ضمن گناهان در واقع شمرده میشه، خروج از اسلام نمیکنه، خروج از اسلام شمرده نمیشه. و مورد چهارمی و نیاحت هست. نیاحت در زمان جاهلی بوده، خیلی پررنگ بوده و امروزه هم متاسفانه گرچه در میان اهل سنت نیست یا اگر باشه خیلی کم رنگ هست، اما در گوشه دیگر می‌بینیم که کسانی که مدعی اسلام هستند مانند تشیع نیاحه را جزء به اصطلاح آداب و شعائر دینی خودشون قرار دادند و نه از این گذشته از این که این رو به اصطلاح حرام نمیدونند یا مکروه نمیدونند، بلکه بر آن یک ثواب عظیمی رو هم مترتب میدونند. حالا تفاوتی نداره که این به اصطلاح نیاحه به اصطلاح مخصوص امام حسین باشه یا افراد دیگری باشه که عموما برخی از روایت‌ها در این زمینه قائل به تفریق هستند.
وقال و در روایت دیگر که به اصطلاح در امام مسلم رحمت الله علیه نقلش کرده وقال النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامة و علیها سربال من قطران و درع من جرب. و این در واقع یک روایت دیگری هست که فقط مقطع آخر این به اصطلاح روایت قبلی رو تایید می‌کند که زن ناهیگر اگر توبه نکند و بدون توبه بمیرد تقام یوم القیامة در روز قیامت برانگیخته می شود در حالی که شلواری از غیر بر تنش هست و پیراهنی از جرب به معنی همون به اصطلاح بیماری هست که به اصطلاح بیماری گری یا که میگیرن و این به معنی حساسیت پوستی هست که چیزی رو نمیتونه تحمل بکنه و این به معنی مضاعف بودن عذابش هست، یعنی خود پوستش هم بسیار حساس و این بیماری رو هم دارد و اون هم به اصطلاح شلوار و لباسی هم که پوشانده میشود از غیر باشد، یعنی به معنی شدت عذاب هست. و بعد از این روایت دیگری رو آورده و لهما که بخاری و مسلم روایت کردند که این روایت در بخاری نیست شد، این به اصطلاح اشتباهی است که در اینجا صورت گرفته و روایت در صحیح مسلم هست. عن زید بن خالد، از زید بن خالد روایت شده قال صلى لنا رسول الله صلی الله علیه و سلم صلاة الصبح بالحدیبیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز صبح را در حدیبیه با ما گذاردند، یعنی ایشون پیش نماز بودند در حدیبیه. حدیبیه مکانی هست در نزدیکی مکه که امروز اسمش به شمیسی در واقع شناخته می شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در سال 6 هجری که برای عمره می رفتند در این مکان در واقع اتراق کردند که شطورشون در اونجا خوابیدند. علی اثر سماع کانت من اللیل، در پی بارانی که شب اومده بود، یعنی صبحشون رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز با جماعت برگزار کردند، شب قبلش هم در واقع باران اومده بود. فلما انصرف اقبل علی الناس، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز رو تمام کرد و رویش رو به طرف مردم برگردانید ایشون فرمودند فقال هل تدرون ماذا قال ربکم، میدانید پروردگار شما چه فرمودند، یعنی به خاطر این باران آیا میدانید که الله متعال چه فرمود؟ قالوا الله و رسوله اعلم، الله و رسول در واقع بهتر میدانند که الله متعال چه فرموده. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله متعال چنین فرموده. این حدیث قدسی هست، یعنی روایتی که به اصطلاح الفاظش از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و خود مفهومش از الله متعال است. وقتی قرآن باشه وحی متلو باشه یعنی این که هم محتوا و هم الفاظ و تعبیر از الله متعال هست، از رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. حدیث قدسی وقتی گفته می شود یعنی مفهوم از جانب الله متعال هست، گفتار رسول الله هست، اما تعبیر گفتار الله متعال کلام الله هست با تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم. قال اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، برخی از بندگان من این گونه هستند که توبه کردند، مؤمن بی و کافر، برخی از مردم بندگان من الان در این صبح مؤمن شدند به من و برخی دیگر هم کافر شدند، برخی مؤمن و برخی دیگر کافر. فاما من قال، کسانی که گفتند مطرنا بفضل الله و رحمته فذلك مؤمن بی کافر بالکواکب، کسانی که در پی به اصطلاح فرود آمدن این باران گفتند که به فضل الله و رحمت الله بر ما باران نازل شد، اینها مؤمنانی هستند که مؤمن به الله و کافر به ستاره هستند. مؤمن به الله، باورشون فقط به الله هست، عامل اصلی رو الله متعال میدونن و کافر به ستارگان هستن. و اما من قال مطرنا بنوع کذا، اما کسانی که گفتن ما به خاطر فلان ستاره الان به اصطلاح باران باریده، مطرنا بنوع کذا، فلان ستاره و فلان ستاره، فذلك کافر بی مؤمن بالکواکب، چون این فردی کافر به من هست و مؤمن به در واقع کواکب هست. این بحثمون استسقای به ستارگان هست که برخی از مردم به اصطلاح ستارگان را سبب باران می‌دانستند. و روایت بعدی که در به اصطلاح در اینجا نقل شد، این روایت اولی که روایت متفق علیه هست، روایت بخاری و مسلم هست، و روایت دومی از روایت مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم، روایت حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه، معنی ابن عباس معناه و فیه
قال بعضهم لقد صدق نوع کذا. همین روایت قبلی هست با یک مفهوم دیگر. خود این بله. مطلب را در روایت حضرت عبدالله بن عباس که به معنی این روایت قبلی هست این گونه آمده قال بعضهم لقد صدق نوع کذا و کذا. الان ستاره فلان و فلان الان حرفشون راست در اومد، یعنی این که این اتفاق و این باران به خاطر فلان و فلان ستاره در واقع فرود آمده. فانزل الله هذه الايه فلا اقسم بمواقع النجوم که آیه 75 تا 82 به اصطلاح سوره واقعه است که در آخرش الله متعال به اصطلاح آیه رو که قبلا شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه ذکر کردن و تجعلون رزقکم انکم تکذبون که بسیار از مردم به ستارگان اعتقاد پیدا میکنند و این باران رو در واقع نسبت به ستارگان میدهند. پس بنابراین خود این استدلال همون گونه که قبلا عرض کردم استسقاء به نجوم اگر به صورت نسبت ستاره به نجوم باشه و فاعل اصلی رو در واقع الله متعال بدانند این خودش کفر در واقع نیست. نسبت باران فقط به نجوم فقط نسبتی هست به نجوم و میدونن که عامل اصلی رو الله متعال در واقع میدونن. این در میان مسلمانان امکان دارد که وجود داشته باشه همون گونه که در روایت قبلی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن 4 مورد در امت من وجود داره که از امر جاهلیت هست و این رو در واقع ترک نمیکنن. اما خود طلب باران از ستارگان یا ستارگان رو عامل اصلی دانستن در نزول باران این جز موارد کفر و شرک هست که انسان رو از دایره اسلام در واقع خارج میکنن. اینها مطالبی است که شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه در باب استسقاء به انواع و طلب باران از ستارگان آوردند که دقیقاً همین مطالبی هست که در آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده. این همین مطالب رو ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم نقل کردند. این گونه موارد به معنی سختگیری ها یا باریک بینی های شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه نیست، بلکه دقیقاً همین مطالب و همین موضوعات را ائمه بزرگوار شیعه هم در روایات خودشون برای شیعیان در واقع نقل کردند که من به برخی از این روایات خدمت بینندگان عزیز اشاره می کنم. کتاب وسایل شیعه هست و این جلدی که بنده دارم جلد 6 این کتاب هست و در جلدهای دیگر این جلد 17 هم در واقع شمرده می شود. این روایت در اینجا روایتی رو داره، روایت 2267 هست و اینو از خصال نقل کرده که از کتاب خصال صدوق این آورده عن ابیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن با این سندی که در اینجا آورده از جعفر ابن محمد عن آبائه عن علی رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 لا تزال فی امتی الی یوم القیامه. 4 مورد هستند که تا روز قیامت در امت من باقی خواهند ماند. الفخر بالاحساب و فخر فروشی به حسب و طعن فی الانساب طعن زدن و عیبجویی از نسب و الاستسقاء بالنجوم طلب باران با ستارگان و نیاحت و نیاحه و این النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقوم یوم القیامة و علیها سربال من قطران و درع من جرب. دقیقا همون روایتی رو که شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه آورده بودند. پس بنابراین آنچه رو شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه آوردن در این کتاب خودشون دقیقا همان مواردی هست که ائمه شیعه هم به آن اشاره کردن. و روایت بعدی رو که روایت زید بن خالد رضی الله تعالی عنه هست اینم در جلد 4 از این چاپی که بنده دارم و در جلد 11 هم هست که در چاپ‌های دیگر یا جلد 8 این چند 2 تا چاپ داره. چاپ 8 هست در این برخی از چاپ‌ها و چاپ 11 هم هست و در برخی از چاپ‌های دیگر. در اینجا یک عنوانی رو داره که در باب 14 هست باب تحریم العمل بعلم النجوم و تعلمه. دقیقاً محتوایش همون چیزی هست که شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه هم ذکر کردن. باب حرام بودن عمل به علم نجوم و یادگیری علم نجوم الا ما یهتدی به فی بر او بحر. همون چیزی رو که علمای اهل سنت هم به اصطلاح استثناء کردن شیخ محمد بن عبدالوهاب دقیقاً علمای شیعه هم اون استثناء کردن مگر مواردی رو که بشه از اونها استفاده کرد به اصطلاح برای راهیابی در خشکی یا در دریا. اینش از نظر شرعی در واقع اشکال نداره و جایز هست. و در این زمینه روایت متعددی رو ذکر کرده از روایات شیعه هست و روایتی که در اینجا مورد استدلال ما هست روایت 10 این
باب هست و روایت 15050 که در اینجا روایت از محمد ابن حسن هست در خلاف اینو آورده و محمد ابن مکی شهید در کتاب الذکرا و بقیه مواردی در اینجا آورده و جعفر ابن الحسن محقق در کتاب المعتبر از زید ابن خالد جهنی همون راوی اهل سنت والجماعت است. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحدیبیه فی اثر سماء كانت من الليل. رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز صبح رو با ما برگزار کردند و شبش باران در واقع اومده بود و بعد از اینکه نماز رو تمام کردن فلما انصرف الناس و بعد اینکه مردم برگشتن نماز رو تمام کردن قال هل تدرون ماذا قال ربكم، میدانید پروردگار شما چه فرمود؟ قالوا الله و رسوله اعلم. قال ان ربكم یقول، پروردگار شما میگوید من عبادی مؤمن بی و کافر بالکواکب و کافر بی و مؤمن بالکواکب. برخی از بندگان من مؤمن هستند به من، کافر هستند به ستارگان و برخی کافر هستند به من و مؤمن هستند به ستارگان. فمن قال مطرنا بفضل الله و رحمتی فذلك مؤمن بی و کافر بالکواکب. کسی که این باران را فضل الله و رحمت الله متعال بداند مؤمن هست به الله و کافر به کواکب. و من قال مطرنا بنوع کذا و کذا، هر کسی به سبب فلان و فلان ستاره باران اومده فذلك کافر بی و مؤمن بالکواکب. قال الشهید هذا محمول على اعتقاد مدخلیتهما فی التأثیر. اگر اینها را به اصطلاح عامل اصلی بدارند و این به اصطلاح ستارگان را مؤثر در نزول باران بدارند و نوع سقوط کوكب فی المغرب و طلوع رقیبه فی المشرق. سقوط یک ستاره، افول یک ستاره در مغرب و طلوع یک ستاره مشابه در مشرق است. اقول وقد تقدم ما يدل على ذلك في الصوم و یأتی ما يدل عليه في التجارة، که این گونه موارد در این دو تا کتاب دیگر در صوم و تجارت هم خواهند آمد. پس بنابراین دیدیم هر چیزی رو که شیخ محمد ابن عبدالوهاب گفتن دقیقاً مانند بقیه ابواب این کتاب که تا حالا بررسی کردیم، 28 باب از این ابواب این کتاب رو، در این باب و در این موضوع هم می‌بینیم که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه حرفی رو از خودشون نزدن. دقیقاً همان حرف الله و رسول هست و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هم غیر از این چیزی رو نگفتن. دقیقاً با همین تعابیر اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم همین روایات رو هم نقل کردن. پس بنابراین یا محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه پیرو اهل بیت هست یا اهل بیت هم باید وهابی باشد. این حقیقت است که انکار میشه و کتمان میشه از بینندگان عزیز و ارجمند. جزاکم الله خیر حضرت مولانا. ما چند دقیقه بیشتر تا با پایان برنامه فرصت نداریم و سوالی که باقی میمونه اینجا اینه که حضرت مولانا با وجود اینکه الان روایتی که شما اشاره میفرمایید مثلا در کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب و به هر حال روایتی است که از کتب اهل سنت است، از امام بخاری و امام مسلم، روایتی مثلا در کتاب امام بخاری و امام مسلم ذکر میشه و این روایت با حداقل اون بخش آخر سندش که بقیه‌اش شاید قیچی شده باشه و تشابه روایت که 100% راوی روایت مشخص سنی هست میاد در کتاب‌های شیعه نقل میشه. آیا شیعه مثلا امثال مثل کلینی، امثال مثل دیگرانی که هستن، آیا معترف به حقانیت این کتاب‌های اهل سنت بودند که اومدن و از کتاب‌های اونو نقل کردن؟ این روایت خب طبیعتاً بخاری و مسلم قبل از اینها بودن و اینها از اونها گرفتن و نوشتن. چگونه میشه این رو توجیه کرد که روایت‌های اهل سنت ما می‌بینیم در کتاب‌هایی است که بعد از اونها اومدن و نقل کردن و سندش رو حالا قیچی کردن به نام دیگری بردن و هر کتاب روایت‌هایی که ما داریم همین‌ها در کتاب‌های خودشون هم پیدا میشه. بعد ما رو متهم می‌کنن و عقیده ما با عقیده شما مختلف است، در حالی که هر چی پیش ما است در کتاب‌های خودشون هم. واقعیت در این زمینه این است که اهل سنت و الجماعت و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم آنچه را که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاده، رفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم، عمل کرد و تقریر ایشان را و همچنین گفتار ایشان را با صداقت و امانت کامل برای اهل سنت و الجماعت به صورت کلی نقل کردند. و خود اهل سنت و الجماعت علمایشون تابعین از صحابه گرفتند، تابعین از تابعین گرفتند، ائمه محدثین در واقع اومدن و این روایات رو تدوین کردند، یعنی نوشتن، ضبطشون کردند. قبلا به صورت حفظی بوده و بعدا اینو به صورت مکتوب در آوردند که این ضمانت میکنه صحت این روایات رو. و اهل سنت و الجماعت برای این که به اصطلاح سره رو از ناسره جدا بکنند یک روایت را با سندهای مختلف مورد بررسی قرار میدن. اگر یک به اصطلاح
استادی یا شیخی یک روایتی رو بیان بکنند، نگاه میکنند به استاد ما قبل از اون، به هم شاگردی های و اونها که مشترک بودن در استادشون، به اونها نگاه میکنند که چه کسی این روایات رو، آیا کسی دیگر غیر از این هم ذکر کرده یا ذکر نکرده. در این زمینه اصول حدیثی و اصطلاحات محدثین هست که اگر به صورت دقیق تطبیق بشود در واقع ضمانت میکند صحت روایات را و صحت انتساب این روایات را به رسول الله صلی الله علیه و سلم. من که علم رجال ما داریم که 500,000 نفر حدوداً از علمای رجال حدیث رو زندگی نامه‌هاشون به تصویر کشیده شده و گفته شده و بیان شده و یک علم مفصل است برای بررسی تاریخ تولدشون، تاریخ وفاتشون، معاصرینشون، اساتیدشون، شاگردانشون، تمام اینها رو در واقع به اصطلاح بررسی کردن، در چه جاهایی بودند، به کدام شهرها ملاقات کردند، احتمال ملاقات با چه علمایی رو داشتند یا نداشتند. تمام اینها رو علمای محدثین در واقع ثبت و ضبط کردند که نتیجه تمام این ریزکاری ها و دقت و ظرافتی که در واقع به خرج دادن این است که امروزه ما مطمئن هستیم که فلان روایت صحیحی است یا فلان روایت ضعیفی هست یا مثلا با گونه‌های متعدد روایات ضعیف که وجود دارند. اهل تشیع اگر روایاتی رو دارند که روایات صحیحی هست، واقعا رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها رو فرموده باشه، حتما باید سرنخی در کتاب‌های اهل سنت و الجماعت داشته باشه. اگر بخوایم که یعنی منصفانه بررسی بکنیم، اگر شیعه بخواهد از یک روایت استدلال بکند که واقعا اون روایت یک روایت واقعی باشد، فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، صرفا این باید از طریق اهل سنت و از طریق راویان اهل سنت و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع گفته باشد، روایتی که بخواد ثابت باشد. اما روایاتی که روایات جعلی هست، اون رو نسبت دادن به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، این روایت های دروغین در واقع در تضاد با روایاتی هستند که اهل سنت یا اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کردند، که خود به اصطلاح امامان شیعه، بسیار از علما به اصطلاح ائمه متقدمینشون مانند امام باقر، مانند جعفر صادق، مانند حتی خود امام موسی کاظم، اینا جز راویان اهل سنت و الجماعت هستند که روایاتشون در کتب صحاح و سنن اهل سنت و الجماعت در واقع ذکر شده. اگر از طریق اهل سنت و الجماعت نقل بکنند، خب نمونه ای رو باید داشته باشه در کتاب‌های اهل سنت و الجماعت. و خود امامان شیعه هم در واقع عقیده غیر از همان عقیده ای رو که از رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته بودند و اون ثبت شده در اون مقطع زمانی و در اون دوران ثبت شده و حتما باید اصلی رو داشته باشه و بنابر معیارهای حدیثی باید ثابت باشه که این فرموده اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یا قبل از آن فرموده اصحاب رسول الله و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع بوده. به این خاطر است می‌بینیم که عقیده واقعی و اسلام ناب رو همان گونه که در روایات شیعه اومده، اگر در روایات اهل سنت اومده، اگر روایات شیعه هم اونو نقل کردن، به این معنی هست که اونها رو از به اصطلاح راویان اهل سنت و الجماعت گرفتند و بسیاری از علمای شیعه اومدند یک سندی رو زدند، این سندهای جعلی رو درست کردند، سندهای وهمی هست و با این سند اومدند روایاتی رو که از رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده اینها رو نسبت دادند به خود ائمه بزرگوار در واقع شیعه و در کنار این هم اومدند روایات دیگری رو جعل کردند که خلاف اهل سنت هست، خلاف اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، خلاف اجماع عموم مسلمانان هست، اینها رو هم نسبت دادن به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. به این خاطر ما می‌بینیم که روایاتی رو که شیعه نسبت میدهد به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم روایات متناقض و متضادی هست. اما با وجود این در لابلای گفتار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما حق و حقیقت را که اهل سنت و الجماعت هم بر آن هستیم بدون معارض این رو میتونیم در واقع پیدا بکنیم و مطمئن هستیم که دقیقاً این هم عقیده اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده است. خیلی ممنونم حضرت مولانا، استفاده کنیم از صحبت‌های شما که در این برنامه برای ما بینندگان عزیز مطرح کردید. ما 2 دقیقه فرصت داریم، اگر صحبت پایانی با بینندگان عزیز دارید در خدمت شما هستم. امیدوار هستم که انشاءالله واقعیت همان گونه که برای اهل علم و برای محققین واضح و آشکار هست
انشالله برای عموم بینندگان ما هم انشالله واضح و آشکار باشه. ما هدفی جز این که حقایق رو برای مردم بیان بکنیم و این وظیفه شرعی و دینی ما هست و عهدی هست که با الله متعال بسته ایم تا اینکه حقایق رو برای عموم مردم قطع نظر از به اصطلاح نوع در واقع مخاطبین خودمون حقیقت رو بیان بکنیم و امیدوار هستم که این حقیقت برای تمامی بینندگان عزیز انشالله واضح و آشکار بشه و همه اطلاع پیدا بکنند از سوء استفاده‌ای که در این زمینه ها از عموم شیعه متاسفانه شده و این حقایق رو از شیعه پنهان کردن تا اینکه به اهداف مادی و دنیوی خودشون در واقع دست یابند که تا یک مقطع زمانی قطعا استفاده کردند از این مورد، اما الان که واقعیت ها برملا شده و حقیقت رو مردم میبینند و واضح میشه برای اونها، قطعا مجال کمتری به انسانهای سودجو و کسانی که دنبال فرصت هستند مجال کمتری به اونها در واقع میرسد و ما هم هدفی جز اصلاح آن چیزی رو که برخی از علمای شیعه افساد کردن، فاسد کردن و اصلاح عقیده مردم و بیان واقعیت ها و حقیقت ها هدف دیگری نداره. ممنونم از حضور شما در برنامه امروز، همچنین از همه شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید نهایت تشکر و سپاس رو داریم. تشکر میکنم از احمد جان کارگردان محترم برنامه، همچنین از فرید و منیر احمد و همچنین رفیع عزیز که تلاش میکنم پیوسته تا این ارتباط بین ما و شما برقرار باشه. همونجور که حضرت مولانا فرمودن هدف از همه این برنامه ها هویدا شدن حق و بیان حق و آشکار کردن چهره باطل است. انشاءالله که الله متعال به ما توفیق بده تا بتونیم به همراه شما عزیزان این مسیر رو استمرار بدیم. از الله متعال می‌خوایم برای همه گذشتگانمون بخشش، رحمت و مغفرت خودش رو نصیب بکنه و برای ما و شما فهم صحیح دین، توفیق اطاعت و عبادت خالصانه و کسب رضایت الله متعال در مسیر صراط مستقیمی که هر روز در هر رکعت نماز از او می‌خواهیم نصیب بکنه و حسن خاتمه رو از او خواهانی و همه شما عزیزان رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدارتون.